Hi everyone, my name's Emily. I am one of the lawyers that works here at the Asylum Seeker Resource Centre. سلام به همگی. من اسمم امیلی هست و یکی از وکیلایی هستم که در این منطقه Asylum Seeker Resource Centre کار میکنم برای پناهندگان. And what we're talking about today is the new changes to how we determine who is a refugee in this country, the new changes to the visas you'll be eligible for, the new changes to the law. و امروز سخن من برای شما درباره تغییراتیه که طبق قانون استرالیا پیش اومده، تغییراتی که تشخیص میده دولت استرالیا بالاخره کی میتونه قادر باشه برای پناهندگی بودن، کی هم نمیتونه باشه و تغییراتی در ویزاها طبق قانونایی که آوردن تو کار. These changes cover a broad range of people and a broad range of groups of asylum seekers. So try and listen out for where I'm talking about which laws apply to who. و این تغییرات شامل خیلی از ملیت‌ها میشه و ممنون میشم که خوب گوش بگیرید که ببینید که آیا مثلا این تغییراتی که در قانون آوردن در مجلس گذاشتن آیا به شما متعلق هست یا نه. After I've spoken about all the changes, I'll talk about what will happen now, what you can do now, and then I'll have some time for questions. وقتی که براتون صحبت کردم درباره کل این تغییرات، اون موقع هست که میتونین شما سوال جوابی که داشته باشین بپرسین، سوالی که داشته باشین مسائلتون رو جواب بدم. Just a little bit about this organisation putting on this presentation for you in case you're not sure who we are. We are called the Asylum Seeker Resource Centre and we are Australia's largest provider of aid and services to asylum seekers. We've been operating for 13 years in Melbourne. دربارتون بگم که این بنگاهی به اصطلاح بنگاهی هست که طبق نیازهای پناهنده ها رو به اصطلاح طی میکنه و کمک میکنه به نیازهای پناهنده ها و این بنگاهی در حدوداً در این منطقه دوباره 13 ساله که داره نیازهای پناهنده ها رو رسیدگی میکنه. We have our main office is here in Footscray upstairs and we also have a smaller office in Dandenong. به اصطلاح این دفترمون در منطقه فوتسکری هست و یه دفتر بسیار کوچکی هم در منطقه دندینونگ داریم. So the law we're talking about today is a new piece of law called the Migration and Maritime Powers Legislation Amendment, resolving the asylum legacy caseload. درباره امروز که میخوام صحبت کنم درباره یه قانونیه که آوردن در مجلس که روابط به مهاجرت و پناهنده های در استرالیا هست. که به خصوص پناهنده هایی که از طریق دریایی اومدن. This piece of law makes changes to a number of other pieces of law, including, most importantly to you, the Migration Act. و این قانونی که آوردن تو کار بسیار نفوذ داره و تغییراتی به خاطر این قانونی که آوردن تو کار در مجلس تغییراتی گذاشته رو قوانین مهاجرت و پناهنده هایی که میخوان به استرالیا بیان و بمانن. Most of the changes affect people who arrived in Australia by boat or who arrived by plane but did not clear immigration, so did not make it through the airport. این قانونی که در مجلس جدیداً گذاشتن از بیشتر برای اونایی هست که از طریق دریایی اومدن به استرالیا و اونایی که از طریق هوایی اومدن اما به صورت رسما طبق مهاجرت مرحله مهاجرت قانونشون رو طی نکردن. I know everyone in the room has told me they've arrived by boat, but I'll go through this part because this is being filmed. من میدونم که اکثر شما گفتین که از طریق قایق دریایی اومدین استرالیا، منتها طبق رسم و رسوم این منطقه رسم و رسوم این دفتر من باید دوباره براتون یه سری صحبت‌های اضافی کنم. If you arrived in Australia by plane and you passed through the airport and were therefore immigration cleared, these changes don't really apply to you. اگر هر کدام از شماها از طریق هوایی به استرالیا اومدید و در داخل فرودگاه استرالیا اومدید که به اصطلاح باید به اصطلاح پاسپورتی نشون دادید یا مدارکی نشون دادید که از این طریق ورود به استرالیا اومدید، این تغییراتی که در مجلس گذاشتن قانون رو تغییر کردن به شما متعلق نیست. You are still eligible to apply for a permanent protection visa directly to the Department of Immigration and Border Protection.
با وجودی که حتی از طریق حق اگر با هواپیما اومدیم باز هم این اجازه حق و حقوق دارید که اقدام کنید برای ویزای دائم موندن به عنوان permanent protection در استرالیا بتونید بمونید. And you're still eligible to access review through the Refugee Review Tribunal. و این حق و حقوق هم دارید که به اصطلاح اعتراض کنید رو پروندهتون و دوباره برای بار دوم دادگاه تشکیل بدن که پروندهتون رو بررسی کنن. What this new law does is it introduces two new types of protection visas. منتها این قانون جدیدی که در مجلس گذاشتن دو نوع ویزای جدیدی آوردن به کار. One is the temporary protection visa. یکیش هست که ویزای موقتی هست که ازتون مواظبت میکنه، حفاظت میکنه در استرالیا. And one is the Safe Haven Enterprise visa. ویزای دومی هم که آوردن تو کار در مجلس اسمش Safe Haven Enterprise ویزا هست. حالا ببینیم اون چیه. Yeah. So I will refer to them as the TPV and the SHEV. مخفف این دو تا ویزا به عنوان TPV و SHEV SHEV هست. As well as creating those two new types of protection visas, the new law also creates a fast track assessment process. قانون جدیدی هم که تو مجلس آوردن که راههای بهتری فراهم کنن که زودتر به اصطلاح پروندهتون بررسی بشه که نخوان انقدر شما به اصطلاح دراز مدت طولانی منتظر بشید. It changes aspects of the refugee law test, so it changes the definition of a refugee. به اصطلاح در مجلس معنی‌های بهتری برای لقب پناهنده آوردن. این باعث شده که بتوانند به اصطلاح راه حل‌هایی پیدا کنن که ببینن چگونه میشه بیشترین درصد پناهنده‌ها رو در استرالیا برای تا ابد نگه دارن. It affects the status of babies born in Australia to parents who arrived by boat. به اصطلاح این قانون‌ها هم حتی اثر داره رو کودکانی که در استرالیا به دنیا آمدن و از کودکایی هستن که پدر مادرشون از طریق قایق اومده. And it reduces our international legal and international human rights obligations. یه سری به اصطلاح قوانین‌هایی که طبق بین‌المللی ما با به اصطلاح یه سری قانون‌های بین‌المللی که باید ما طی کنیم، این قانون‌های جدیدی که آوردن در مجلس طبق اون قانون‌ها هم هماهنگی داره. Perhaps you heard a couple of weeks ago when the Parliament were debating this law, some other things in the news about what this law does. شاید هم شما از طریق تلویزیون یا جای اخبار رادیویی دیگه هم خودتون شنیده بودین که در مجلس بحث و گفتگوی زیادی میشد درباره این قانون‌هایی که جدید گذاشتن تو کار. When it was debated by the politicians deciding whether to pass it, various politicians made some other promises about what this law would do. وقتی که تصمیم گرفتن که به اصطلاح این قانون در مجلس کامل بذارن، خیلی از سیاستمدارا هم طبق این قانون گذاشتن این قانون به اصطلاح یه سری قول و وعده‌های اضافی هم دادن. Those promises included that children would be released from Christmas Island. این قول و وعده بود که بچه‌ها از جزیره کریسمس آیلند آزاد میشن. That people who had arrived by boat after August the 13th, 2012. کسایی که از قول و وعده‌های دومشون بود که کسایی که با قایق آمدن بعد از ماه آگوست 2012 بعد از ماه آگوست 2013 would be granted work rights. و این قرار این بود که کسایی که از طریق قایق از آگوست 2012 میان حق و حقوق کار داشته باشن. That in the future people who held the SHEV visa would have access to permanent visa pathways. So SHEV holders who don't exist at the moment. کسایی که ویزای SHEV داشتن یه سری حق و حقوقایی دارن که بتونن دائما در استرالیا بمانن. این قول و وعده‌های بعدی‌هاشون هست. There was some talk of the potential for family reunion options for people who ended up with the SHEV visa.
اونایی هم که به اصطلاح ویزای شب در دست دارن اگر با فامیل اومدن یه سری قانونای جدیدی آوردن که به اصطلاح از طریق فامیل بتونن دراز مدت در استرالیا بمونن تا ابد. تا ابد بمونن تو استرالیا. There was discussion about allowing people to travel even though on these visas you can't travel. I will go through that a bit later, but there was a lot of discussion around when people who held these two visas could or couldn't travel. خب که پس کی میتونن روی این ویزای شف بتونن خارج از استرالیا بشن یا نشن که این بحث گفتگو بوده. And there was discussion around increasing international humanitarian intake and not putting a cap on TPVs or SHEVs. و یه سری بحث گفتگویی هم بود که به اصطلاح ویزای شف و TPV ویزای TPV و شف یه سری بحث گفتگو بود که محدودیت روی این دو تا ویزا نیارن و از طریق انسانی بررسی کنن مشکلات پناهنده ها رو و از طریق انسانی مردم رو در اونایی که میخوان تقاضای پناهندگی کنن وارد استرالیا بیارن. On the 4th of December the bill passed, which means it became law. On the 4th of December. در 4 دسامبر امسال این قول و وعده و به اصطلاح قانون‌هایی که بحث گفتگو میکنن روش این قانون تشکیل برقرار شد. Different aspects of the law will commence or be relevant from different times. و این تغییراتی که در قانون گذاشتن بعضیاشو در آینده استفاده میکنن، همه رو با هم یه سر استفاده نمیکنن. As I stated before, one of the visas created by this law was the temporary protection visa. یکی از تغییراتی که انجام دادن، تغییرات در مجلس قانونی که تغییرات آوردن درباره temporary protection visa. درباره temporary protection visa بود که ویزای به اصطلاح موقتی. Temporary protection visas will be one of the visas now available to asylum seekers who have arrived by boat. این temporary protection visa که ویزای موقتیه برای شامل پناهنده‌ای میشه که به اصطلاح از طریق قایق آمدن. And asylum seekers who arrived by plane but did not clear the airport. و حتی پناهنده‌ای که به اصطلاح از طریق هواپیما اومدن اما در فرودگاه وارد نشدن، فرودگاهی که به اصطلاح رسما بخوان اسمشون پاس بشه. Asylum seekers who arrived by plane with a valid visa to enter Australia and who cleared immigration will still be eligible for a permanent protection visa. اما پناهنده‌ای که ویزا در دست داشتن و آمدن به استرالیا اونها هم میتونن قادر باشن برای اقدام کردن temporary protection visa. Some of the key aspects of the temporary protection visa are they are valid for up to 3 years. یکی از محسنات‌های این ویزا temporary protection ویزا اینه که تا 3 سال اعتبار داره. Holders of the TPV are able to work. اونهایی که این temporary protection ویزا دارن اجازه حق و حقوق کار دارن. Access Medicare. میتونن دسترسی به پزشک داشته باشن. Access Social Security. دسترسی به اصطلاح Social Security که همون مانند خود سنترلینک و کمک دهنده هزینه مالی است. At the end of the time the visa lasts for, whether that's 3 years or less, the holder will have to reapply and prove that they have protection obligations again at the end. و بعد از اون 3 سال که میگذره از اون ویزا دوباره باید خود اون شخص دوباره اقدام کنه برای که دوباره تمدید بشه این ویزاش. At this stage, under the current law, holders of the TPV are not eligible to go on to a permanent protection visa in the future. اگر طبق قانون جدید به کسایی که TPV بدن temporary protection ویزا بدن نمیتونن اونها اقدام کنن برای permanent protection ویزا که ویزایی هست که دائما بتونن بمونن تو استرالیا. Children of school age, which is between the ages of roughly 5 years old and 18 years old, will have access to education in Australia. بچه‌هایی که بین 5 تا 18 ساله هستن حق اجازه مدارس دارن.
تحصیلات دارن در دوران دبستان و مدارس دبیرستان. TPV holders cannot access family reunion. That means that TPV holders cannot bring remaining family members to Australia. اونایی که این ویزای TPV دارن نمیتونن قوم خویشی که از خارج از استرالیا هست همراه خود اقدام کنن که اونا هم همراهشون بیان. That includes children, husbands or wives, other relatives. این شامل حتی این میشه که اگر بچه‌تون هم خارج از استرالیا باشه یا شوهرتون خارج از استرالیا باشه نمیتونن به اصطلاح از طریق این ویزا اقدام کنین که شوهر یا بچه‌تون دوباره باهاتون که همراهتون در حال حاضر نیست بتونه اقدام کنه همراهتون که بیاد به شما به اصطلاح جان شه. Holders of the TPV can apply for the Safe Haven Enterprise visa whilst they are on their TPV. کسایی که ویزای TPV دارن میتونن اقدام کنن برای Safe Haven Enterprise visa. میتونن اقدام کنن برای این نوع ویزا. Which I will talk more about. حالا من درباره SHEV Safe Haven Enterprise visa براتون توضیح میدم چیه. Holders of the temporary protection visa generally cannot travel whilst holding that visa. Can travel overseas, you mean? Overseas at all. Overseas, outside Australia. کسایی که این ویزای temporary protection ویزا دارن در دست دارن معمولا اجازه ندارن که خارج از استرالیا سفر کنن. There might be exceptional circumstances where یه سری شرایط‌های به اصطلاح استثنایی شاید پیش بیاد where the holder of the TPV is allowed to travel overseas. که اون شخصی که این ویزای TPV رو داره میتونه خارج از استرالیا بره. But not to the country from which they have sought protection. ولی نمیتونه برگرده به اون کشوری که به اصطلاح از اون کشور پا به فرار گذاشته. They must first obtain written permission from the Minister for Immigration. باید اول اجازه از وزیر امور خارجه بگیرن. And the system for this has not yet been developed by the Department of Immigration. اما هنوز این سیستم رو تو اداره گذرنامه هنوز نذاشتن برای اجازه گرفتن. The other visa class created by this new law is the Safe Haven Enterprise visa. و قانون جدیدی هم که آوردن تو کار درباره Safe Haven Enterprise visa هست. This is a very new class of visa that we have not had before. این یه نوع ویزای جدیدیه که قبلا تو کار نبوده. It doesn't exist yet, but it will most likely be developed to a point where people can apply for it by April 2015. هنوز این ویزا رو تولید نکردن منتها تا ماه آپریل 2015 این ویزا تولید میشه. This visa will be valid for 5 years. You remember the TPV will be valid for up to 3 years. This SHEV 5 years. این ویزا تا 5 سال اعتبار داره. If you hold this visa, you're able to work and able to access Medicare. اگر شما این ویزا رو داشته باشید که 5 سال اعتبار داره، اجازه حقوق کار دارید و اجازه دسترسی به پزشک هم دارید. You'll have access to the early health assessment and intervention services. و حتی دسترسی به کمک‌های اولیه که به اصطلاح اگر ضروری های مثلا مریضی شدی طوریتون شد یه سری محسنات هم اضافه هست از طریق محسنات های پزشکی و کادر پزشکی. You'll have access to social security. و حتی حق حقوق برای از طریق امنیت هم دارید از طریق سنترینگ و اینا. Children of school age will have access to education. اگر فرزندی دارید که از سن همون 5 سال تا 18 سال باشه اجازه حقوق درس و تحصیلات هم دارن. But holders of this visa, similarly to the TPV, cannot access family reunion. ولی اما شبیه همون ویزای TPV کسی که این ویزای سیف هیون داشته باشه نمیتونه دوباره تقاضا کنه که خانواده‌اش که در کشور خودش هست تقاضا کنه که اونا هم همراهش بیان. مثلا اگه شوهرش یا همسرش یا بچهای دیگه‌اش تو اون کشور هستن نمیتونه دیگه اقدام کنه که اونا هم همراهش برگردن بیان استرالیا. Temporary protection visa holders will have the opportunity to apply for a Safe Haven Enterprise visa if they want to. کسایی که ویزای temporary protection
ویزا دارن، کسایی که اون TPV ویزا رو دارن میتونن اقدام کنن برای Safe Haven Enterprise ویزا. There will be no need to further assess protection claims during the Safe Haven Enterprise visa application process because those will have already been assessed during the temporary protection visa process. دیگه وقتی که اگر شما میخواین اقدام کنین برای Safe Haven Enterprise ویزا، دیگه دولت استرالیا نمیاد هی پروندهتون رو دوباره از صفر بررسی کنه، چون که در حال حاضر پروندهتون رو میدونه کجا به کجاست. What the SHEV is designed to do is encourage people to work in a designated regional area. It will be designated by the department, so a specific regional area. هدف این ویزای شف اینه که به اصطلاح بررسی میکنن پناهنده ها تو چه منطقه‌های خاصی دارن زندگی میکنن و کمکشون کنن که به اصطلاح جذب جامعه بشن و کار کنن. To qualify for that visa, you must indicate where you are going to live and what work or study you are going to do, but it's unclear exactly how that will work. اگر بخواین شما اقدام برای شف کنین SH این ویزا کنین، به اصطلاح باید پروندهتون رو یه سری سوال جوابایی میپرسن، بررسی میکنن که ببینن چه هدفهایی دارید، چه نوع کاری میخواین انجام بدین تو استرالیا، دنبال چه نوع کارهایی هستید که ببینن میتونن این ویزا رو بهتون بدن یا نه. These regional areas are not yet designated. We don't know which areas they will be. و اگرم این ویزای شف بهتون بدن، به اصطلاح امکان داره تو منطقه‌ای بذارتون که منطقه دنبال داوطلب کار هست، ولی هنوز پیدا نکردن خودشونم چه منطقه‌ای بیشتر در شهر ملبورن یا سراسر استرالیا هست که داوطلب کار بیشتر اون منطقه هست. If you apply for and then hold a SHEV, you might be eligible for other visa classes in the future. اگر اقدام کنید برای ویزای شف و بهتون بدن، یه سری حق و حقوقای اضافه‌ای داره که میتونید اقدام کنید برای ویزاهای دیگری، نوع ویزاهای دیگری در آینده. You might be eligible to apply for those other visa classes if you meet the following requirements. اما باز هم یه سری شرایط‌هایی هست براش. You must live for 3.5 years in a regional area and either work or study during that time. برای که بخواید در اقدام ویزاهای دیگری کنید در استرالیا، شرایطش اینه که وقتی که ویزای شب دستتون باشه، باید به اصطلاح 3 سال در استرالیا باشید و به اصطلاح کار کرده باشید. You must have only accessed income from social welfare, so income from Centrelink for 18 months or less. و باید به اصطلاح در مدت فقط 18 ماه یا کمتر از 18 ماه کمک هزینه از سنترلینک داشته باشید، گرفته باشید. So people who hold the temporary protection visas won't be eligible to apply for anything other than a temporary protection visa in the future. کسایی که فقط temporary protection ویزا دارن، این محسناتای اینایی که به اصطلاح هست ندارن، فقط حق دارن که به اصطلاح این ویزای temporary protection ویزا که 3 ساله هست در دست داشته باشن، ولی اونایی که ویزای شف دارن محسناتای بیشتری روش هست. But people who apply for and are granted the SHEV and meet those requirements might be eligible for a number of different onshore visas. ولی کسایی که ویزای شف در دستشون باشه میتونن اقدام کنن برای ویزاهای دیگری که محسناتای بیشتری برای روش هست. You obviously have to meet those visas eligible. You have to meet the eligibility criteria for those other visas in order to be granted. باید شرایط هم بهتون بخوره، نمیتونین همجوری اقدام کنین برای ویزاهای دیگری. They are a mix of permanent and temporary visas. به اصطلاح میکس از ویزاهای موقتی و دائما هست. There are 32 different classes of visas available to people who meet the requirements of the SHEV. 32 تا نوع ویزا داریم و متعلق به کسایی میشه که اگر ویزای شف در دستشون باشه. An example are temporary work skilled visas, which are known as 457 visas. مثلا به اصطلاح برای مثال
ویزای 457 که ویزای کار موقتی است. Partner visas which start as temporary and then can be converted to permanent. مثلا ویزای دیگه به نام پارتنر هست که مثلا شریکتون هست که باهاتون زندگی میکنه که میتونه تبدیل بشه به temporary worker. Child visas. ویزای کودکان هست. And remaining relative visas. ویزایی که بقیه قوم خویشاتون که همراه در استرالیا هستن بتونن بمانن. There are lots of others, and obviously you have to be eligible for that visa according to its own guidelines. خیلی ویزاهای مختلف دیگه هم هست، منتها با شرایط شما به طبق این قانونا بخوره که بتونن بهتون ویزای اضافه رو بدن. Just like the TPV, SHEV visa holders generally cannot leave Australia. همینجور مثل ویزای TPV کسایی که ویزای شف دارن نمیتونن از استرالیا خارج شن. But they might be eligible to travel to an overseas country other than the country they sought protection from if there are compassionate and compelling reasons to do so. اما یه سری شرایط‌های خاص استثنایی هست که میتونن اجازه بدن که کسی که ویزای شف داشته باشه بتونه از استرالیا خارج شه. طبق به اصطلاح شرایط‌های انسانی یا مثلا شرایط‌های خاص حساس. ولی نمیتونه برگرده به تو مملکت اصلی خودش. The same as the temporary protection visa, you have to obtain written permission from the Minister for Immigration to do that. و همینطور مثل temporary protection ویزا باید اجازه از وزیر امور خارجی بگیرید اگر میخواین خارج از استرالیا شید. And the system to do that hasn't been developed by the Department of Immigration. Has not been developed yet. هنوز هم این سیستم رو در اداره گذرنامه نذاشتن برای اجازه گرفتن. Another big change that was brought in by this law is the development of what's called the fast track system. یه تغییرات دیگه‌ای هم که در مجلس گذاشته بودن تغییراتیه که به اصطلاح بتونن پرونده‌هاتون رو با سرعت بیشتر بررسی کنن، نخوان اینقدر دراز مدت شما رو نگه دارن. Now this is the assessment system or the assessment process which will apply to people who arrived by boat after the 13th of August 2012. یه سیستم بررسی آوردن تو کار که به خصوص متعلق میشه برای کسایی که از طریق قایق آمدن بعد از آگوست 13 2012. It will be the system through which your claims for protection are assessed. این سیستمی هست که شما رو بررسی میکنن که ببینن به اصطلاح طبق تقاضای شما شرایطتون میخوره یا نمیخوره. Now the Minister and the Department have the ability to determine that other groups of asylum seekers will also be processed through this system. و به اصطلاح وزیر امور خارجه و این حق و حقوق داره که برای تمام پناهنده ها این سیستم رو بذاره و بررسی کنه پروندهشون رو. It is not clear who those other groups will be or whether there will be any other groups. پناهنده های دیگه شامل ملیت های دیگه میشن اما معلوم نیست هنوز وزیر گذرنامه ببینه کیا هستن تو این لیستی که بخواد این سیستم رو براشون بذاره. But it might include people who have arrived by plane with a valid visa from a certain country. امکان هم هست که کسایی هم که از طریق هوایی هم اومدن متعلق به این سیستم هم بشن. We only know for sure that it will be the system applied to people who arrived by boat after the 13th of August 2012. ولی ما مطمئنا میدونیم که این سیستم متعلق برای کسایی هست بیشتر که از طریق قایق آمدن بعد از آگوست 13 2012. The way the system will work is by the Department of Immigration inviting you to apply for the temporary protection visa. اداره گذرنامه هست که از شما از طریق این سیستم درخواست میکنه که اقدام کنید برای ویزای temporary protection visa. You have to be invited because if you arrive in Australia by boat, you are prevented from applying for any kind of visa. و این اداره گذرنامه هست که از شما میخواد، یعنی این که اونا تصمیم میگیرن، نه که شما به راحتی بتونید اقدام کنید برای temporary protection visa. اداره گذرنامه هست که خودش تصمیم میگیره که ببینه به کی میتونه به راحتی این ویزای temporary protection visa رو بده. What we understand
at the moment is that you will be required to submit an application form. در حال حاضر شما باید یه پرونده‌ای رو تحویل بدید. A statement of all the reasons why you need protection, called a statement of claims. و رو اون پرونده بنویسید که چرا میخوان به اصطلاح پناه ببرین به این سرزمین. Any supporting documentation you have about your need for protection. هر نوع به اصطلاح مدارک‌های اضافی دارید که میتونه کمک بکنه رو پرونده‌تون رو بذارید. And any other information, for example, country information showing why you need protection. و هر اطلاعات دیگری از کشور اصلی خودتون بذارید که به اصطلاح نشون میده که چرا شما میخواین پناه ببندید. نشون بده که ساپورت کنه پرونده‌تون رو که چرا بخواین پناه ببندید به این مملکت. All this information will then be assessed by the Department of Immigration and Border Protection. و این کل پرونده بررسی میشه از طریق سازمان گذرنامه. And it is very, very important that you put forward all information in that initial application. Every single reason why you need protection. خیلی مهمه که رو اون پرونده تمام اطلاعاتتون رو بذارید در کل. If you're unsuccessful, you cannot provide information later. اگر قبول نشد پروندهتون دیگه نمیتونه اطلاعات اضافه بذارید روش بعد. And if you're unsuccessful, you may or may not have access to a review. و اگرم پروندهتون قبول نشد، شاید میتوانید و شاید نتوانید روش اعتراض بذارید. The Minister will refer some cases for review by a new body called the Immigration Assessment Authority. وزیر گذرنامه شاید رو بعضی از پرونده‌هایی که رد شده اجازه بده اعتراض روش بذارن و اون اعتراض رو میبره به سمت اداره گذرنامه. The Minister will decide based on a number of reasons, but also his opinion, whether a matter will be referred for review by the Immigration Assessment Authority. وزیر گذرنامه هست که باید اون تصمیم کامل رو بگیره که ببینه آیا میشه رو پرونده شما که رد شده اعتراض بذارید یا نه. و باید بررسی کل کنه که بعد بتونه اون دوباره پرونده رو بذاره در اداره گذرنامه برای بار دوم. The Immigration Assessment Authority is not the Refugee Review Tribunal. مامورهای اداره گذرنامه سوء تفاهم نشه که اونها مامورهای they are not the Refugee Review Tribunal, not the same. آنها به اصطلاح دادگاه پناهنده ها نیستن که به راحتی بتونن پرونده شما رو بررسی کنن. Some cases that will be excluded from the review by the Immigration Assessment Authority will be cases that are deemed to be lacking in credibility. معمولاً پرونده‌هایی که رد میشه پرونده‌هایی هست که زیاد اطلاعات درست حسابی توش نیست و اعتبار قوی نداره. Or lacking in objective evidence. و زیاد به اصطلاح چیزهای ثابت نیست رو پرونده که آیا شرایط اون شخص واقعیت هست یا نه. If you're unsuccessful at the department and excluded from having your case reviewed by the Immigration Assessment Authority, اگر هم اداره گذرنامه رد به اصطلاح اگر وزیر گذرنامه پرونده رو رد کرد و پرونده حتی نتونست برسه به اداره گذرنامه, the court may be able to judicially review the decision of the department. یه دادگاه خاصی هست که شاید نه همین موقع شاید بتونه پرونده‌تون رو بررسی کنه. The court can't review the facts or the merit of the decision of the department. دادگاه به اصطلاح نمیاد بررسی کنه که اداره گذرنامه و وزیر گذرنامه به اصطلاح چه چیزایی گفتن. رو اون بررسی نمیکنه دادگاه. The court can only look to see if there was an error of law in the decision of the department. اون دادگاه خاص فقط میاد که ببینه طبق قانون این دو تا سازمان گذرنامه و وزیر گذرنامه طبق قانون رفتن جلو یا آیا اشتباهایی در این قانون انجام دادن. The Immigration Assessment Authority will be based in Sydney and in Melbourne.
به اصطلاح اون سازمان گذرنامه‌ای که پرونده‌تون رو در دست داره، یکیش در سیدنی هست و یکی دیگه‌ش هم در ملبورن. It has not been created yet, but it will be located in the Refugee Review Tribunal. این سازمان گذرنامه که پرونده‌های پناهنده رو در دست داره هنوز ساخته نشده، منتها it hasn't been created but it will be in the located in the Refugee Review Tribunal. منتها این سازمان جاش منطقهش در همون دادگاهیه که به اصطلاح اگر بخوان پرونده‌تون رو دوباره بررسی کنن، جای اون سازمان در همون مکان دادگاه هست. It will be separate from the Refugee Review Tribunal though. Remember I said it's not the same as the Refugee Review Tribunal. دلیل نمیشه بخواد که مکانش در یک جا هست با هم یک دست هستن، نه، دو تا سازمان جدا هستن. Review will generally be done on the papers, so on everything that you submitted to the department. تو اون دادگاه اگر مثلا به اصطلاح میخوان دوباره پرونده‌تون بررسی کنن، معمولا از رو چیزایی که شما رو اون پرونده گذاشتین بررسی میکنن. Which means you generally will not have another hearing. که بعد از اون دادگاه دیگه اگر نشد، دیگه بار دوم سوم نیست که شما دوباره بخواید اعتراض کنید و دوباره دادگاه دوم سومی براتون بذارن. This review body will not look at new information. و این به اصطلاح دادگاه هر اطلاعاتی که از قبل شما گذاشتین بررسی میکنه، نه اطلاعات جدیدی که بخواید تو اون دادگاه بدید. Unless it was not known at the time of the previous decision. جز این که یه شرایط‌های خاصی باشه که شما نتونستین در اون موقع همون اول که رو پرونده‌تون اطلاعات بدید ندادید، شاید بتونید اطلاعات جدیدتر بدید، ولی معمولا نمیتونید. Because they won't consider new information, that it is so important that you provide everything to do with your claims for protection at the department stage. به علت اینکه اینا خیلی اطلاعات میخوان از هر فردی که میخواد پناه ببنده به استرالیا، از همون ابتدا رو اون پرونده‌تون که میخوان تقاضا کنید باید اطلاعات کلوف فراهم کنید. And remember as well, you might not even be given access to this Immigration Assessment Authority. اما و بدونید که همتون هم نمیتونید به اصطلاح دسترسی به راحتی به سازمان گذرنامه داشته باشید. If you do go through the Immigration Assessment Authority and you're unsuccessful, you might be able to then have your case looked at by the court. دوباره میگم اگر این پرونده رسیده شد در دست اداره گذرنامه و اداره گذرنامه هم مثلا رفیوز کرد، شاید بتونه این پرونده بره تو دادگاه. But remember, the court can only look at whether or not there was a legal error. They can't look again at the facts of your case. ولی باز هم دارم تکرار میکنم، اون دادگاه زیاد رو فوکس نمیکنه رو حرفایی که شما زدید رو اون پرونده نوشتید. فوکس میکنه که ببینه آیا اداره گذرنامه طبق قانون پیش رفته جلو یا اشتباهی کرده اون قانون. The law also has made changes to the way we assess who is a refugee. در مجلس قانون‌های جدیدی آوردن که این قانون تغییراتی در معنی تیتر پناهندگی آورده گذاشته. برای مجلس استرالیا در حال حاضر معنی پناهندگی فرق داره با معنی که در قبل داشته. حالا معنی‌های جدیدتری آوردن براش. So it will introduce a new criteria which says if you can modify your behavior to avoid harm, then you are not owed protection. این قانون جدید که به اصطلاح آورده تو کار برای معنی پناهنده گفته که در مجلس گفتن شخصی که در مملکت خودش اگر میتوانه حرکتاشو، رفت و اعمالشو تغییر بده که خودشو در خطر در مملکت خودش نذاره از طریق سیاسی یا از طریق هر دلایل دیگری، نمیتوانه به راحتی اقدام کنه برای پناهندگی در مملکت ما. That will only apply to some types of claims, not to all claims. ولی خب متعلق برای همه شخص نمیشه. It's changed the test about whether someone can relocate in their country and find safety. و به اصطلاح این قانونی که در مجلس گذاشتن قانونیه که
ما تصمیم میگیریم که اگر شما بسیار در همون مملکت خودتون وضعیتتون در شرایط خطر هست، ما تصمیم میگیریم که بسیار کجا برید، نه که شما راحت بتونید بیاین تو سرزمین ما. The law in Australia used to say you only have to prove you're at risk in your home area or your hometown. معمولا از قبل استرالیا میگفت که شما باید ثابت کنی که وضعیتتون در خطره در شهر خودتون، در کشور خودتون. And the test for relocation used to be, is it reasonable for you to relocate? و اون موقع به اصطلاح خب منطقی بود که به اصطلاح از این طریق شما در اون موقع این به اصطلاح این حرفی در مجلس گذاشته بودن منطق بود. اما So the new test will be whether you are at risk of harm in every single part of your country. اما این بررسی جدید به اصطلاح این که ما میگیم تست بررسی شرایط. اما این شرایط جدیدی که در مجلس گذاشتن اینه که دولت استرالیا خودش بررسی میکنه که ببینه آیا در کل مملکت شما خودتون در وضعیت خطر هستید یا نه. یعنی فقط شهر خودتون نیست. یعنی اگر میتونید برید به یه شهر دیگه که اونجا امن باشید، اونجا بسته. Don't worry too much about these legal changes. They are very technical and they are very legal. They're about legal tests. زیاد خودتون نگران این تغییرات قانونی نکنید. اینا خیلی به اصطلاح قانونای پیچیده‌ای است. This is just how the department will apply the refugee principles. از این به حال از این بعد اینطوری بررسی میکنن. These changes, they will affect all asylum seekers whether you arrived by plane or by boat. این تغییرات برای تمام پناهنده‌ها است، چه از طریق قایق اومدن چه از طریق هوایی. We recommend that you seek legal advice about how these changes might affect you. من پیشنهاد میکنم که شما به اصطلاح نصیحت قانونی رو طی کنید. اگر میخواین به اطلاعات بیشتری قانونی درباره این زمینه بدونید، دنبال نصیحت برید. So the change that I'm talking about here is that the law removes our non-refoulement obligations or our non-refoulement considerations. دولت استرالیا داشت که حق نداشت کسی رو برگردونه. این قانون جدید اون تعهد رو در از بین می‌بره. It removes the ability of the Australian courts to use international obligations as a means of scrutinising the actions of our government at sea. در اصل دادگاه دیگه این نکته رو نمیتونه استفاده بکنه که شما تعهد بین‌المللی به جامعه بین‌المللی تعهد دارید، برای این موضوع نمیتونه کورت فوکس بکنه. در اصل کورت نمیتونه به عنوان تعهد استفاده بکنه. One of the promises made in negotiating this law was that the 108 children on Christmas Island are to be transferred to the mainland of Australia. یکی از قول و وعده‌هایی که در مجلس گذاشتن میخوام بدن اینه که 108 تا بچه‌هایی که در جزیره کریسمس هستن براشون گردوندن به خود سرزمین استرالیا. This promise was a big part of why the law went through, but it is not in the legislation and all the regulations, so there's no legal requirement for the government to do this. اما هنوز کاملا این ثبت و سند نشده، پس نمیتونیم انتظار داشته باشیم که دولت استرالیا همین این کار انجام بده. From what we know, these children will be sent to Darwin and likely be put in detention in Darwin. اما اگه برایشون گردن به استرالیا، این بچه‌ها رو میبرن تو بازداشتگاه‌ها، به خصوص در منطقه داروین. And these children will be processed under the fast track system that I was talking about. و سیستم جدیدی که آوردن که زود پروندهشون رو بررسی کنن، این بچه‌ها هم رو اون سیستم جدید میذارن. Another thing discussed during the debate of this law was the promise of work rights for bridging visa E holders. بحث گفتگو هم که تو مجلس شده بود درباره این قول و وعده‌هایی که میخوان بدن به اصطلاح برای پناهندهایی که بتونن این اجازه رو داشته باشن قانونی که کار کنن. The minister said that work rights might be granted to bridging visa holders. وزیر گذرنامه گفته که به اصطلاح این
اجازه حقوق کار رو به اونایی که ویزای بریجینگ ویزا در دست دارن شاملشون شاید بشه. And from what we know, this will likely apply only to people who arrived after the 13th of August 2012. شامل کسایی میشه که بعد از آگوست 2012 بعد از آگوست 2012 اومدن. This as well is not guaranteed by the law. It was just a promise made by the minister. البته این وزیر فقط این به اصطلاح این یه سری قول و وعده‌ای داده منتها هنوز اینم ثبت و سند نشده. And it will require the minister to intervene and grant each individual work rights. این بایستی خود وزیر شخصاً بیاد و دونه دونه پرونده ها رو بررسی بکنه برای اینی که حق کار داشته باشن اون اشخاص. For people who arrived prior to August 2012 برای کسایی که قبل از آگوست 2012 آمدن and who were not successful at either the Refugee Review Tribunal or the IMR, the Independent Merits Reviewer. و پروندهشون به اصطلاح قبول نشد در بخش دادگاه اولی و دادگاه دومی که IMR هست. You will not be eligible for work rights as part of this promise. اون پناهندهایی که این اجازه رو ندارن که حق حقوق کار داشته باشن اگر این قانون در مجلس ثبت و سند شه. For those who might be eligible, the department will contact you if and when you become eligible or if and when you are to be granted work rights. پناهندهایی که اگر شرایط بهشون بخوره سازمان بهتون در تماس خودش مستقیما میگیره و بهتون میگه که این اجازه کار رو دارید یا ندارید. There's no time frame being given in terms of how long this might take. و ما نمیدونیم که به اصطلاح چه موقعی میشه این قانون پیش میره جلو، به اصطلاح وقت خاصی براش نذاشتن. But it is likely to take a long time. It won't happen immediately. ولی فکر کنم دراز مدت هست، به راحتی به زودی این پیش نمیره جلو. It means despite the promise, if you don't have work rights and you didn't previously have work rights, you still don't have work rights unless you've been told otherwise. و این یعنی این که یعنی که به اصطلاح همینطور که از قبل هم حق حقوق کار ندارین هنوز هم حق حقوق کار ندارید با وجودی که این همه بحث گفتگو در مجلس شده. The minister must remove the no work rights condition 8101 from your bridging visa E. وزیر گذرنامه باید این قانونی که گذاشتن حق حقوق کار برای پناهندگان نیست و اون قانون رو برداره. If you've got a job offer and you need work rights, you can let them know about your job offer by emailing this email address. اگر بهتون پیشنهاد کار شده و حق کار میخواید بگیرید از دولت بایستی به این ایمیل bve.reporting@immi.gov.au. In that email you must provide your IMI card number and the information about your job offer. در ایمیلتون باید شماره ایمی کارتون رو بدید و مشخصات اون کارم بگید. If you do this, you might be prioritised and have your work rights considered sooner than others. این کارو مثلا انجام بدید امکان داره که پروندهتون رو زودتر بررسی کنن و بهتون زودتر حق کار بدن. Some other things you might have heard about this law are that the government have promised to increase the number of refugee and humanitarian visas to 18,750. به اصطلاح یکی از قول و وعده‌هایی که در مجلس شده میخوان بدن به اصطلاح که تعداد پناهنده ها رو بیشتر کنن و تعداد ویزاهای پناهندگی رو برسونن به اون رقم 18,750. This promise is not set out anywhere in the legislation or the regulations. اما هنوزم دوباره این ثبت و سند نشده در قانون. اینا همش قول و وعده است. It will only be achieved by the introduction of a legislative instrument. موقع این ثبت و سند میشه که به اصطلاح قانون در مجلس برگزار شه وصف بشه. Which could itself be disallowed by the Senate or not allowed, not made law.
و امکان هم هست که به اصطلاح خودشون دوباره تصمیم بگیرن که نه میخوان اینو بردارن. It's not clear when this increase will happen. معلوم نیست کی بخوان این به اصطلاح این رقم رو به اون رقم برسونن. معلوم نیست کی بخوان این کارا رو انجام بدن. But another clarification we've had is that there will be no cap on the number of temporary protection visas or SHEVs that can be granted each year. So no limit. حدودی روی این ویزاهای جدید نذاشتن که یعنی Unlimited number depending on people who apply and are eligible. How does this affect me? این خب حالا تمام این قانونا چجوری رو من اثر داره؟ There are three main groups of people in the community who will be affected by the temporary protection visa. سه نوع گروه‌هایی هستن، به اصطلاح گروه‌های پناهندگی از سه دسته هستن که از طریق قانون اومدن که این قانونا امکان روشون اثر کنه. These three groups are people who arrived by boat or by plane but were not immigration cleared and این گروه‌هایی هستن که آدمایی که از طریق قایق اومدن یا از طریق هوایی اومدن منتها از طریق قانونی در اداره گذرنامه قبول نشدن. And either the minister already intervened and allowed you to apply for a permanent protection visa. و گروه‌های دوم هستن و یا وزیر پادرمیونی کرده و گفته که شما میتونید اپلای بکنید برای But your application hasn't been processed. ولی اون اپلیکیشن شما هنوز اون تی نکرده. You might have already been accepted by the department as someone who is owed protection, but you haven't been granted a visa. شما ممکنه هنوز شما قبول شده باشید ولی هنوز بهتون ویزا نداده باشن. You might have had a finding by the Refugee Review Tribunal that you're owed protection, but you still haven't been granted a visa. ممکنه اون کورت دوم Refugee Review Tribunal یا RRT شما رو قبول کرده باشه ولی هنوز ویزا نگرفته باشید. These are the kinds of people within that group who will now only be eligible for the temporary protection visa. اینا گروه‌هایی هستن که همین حرفای زد که میتونن شامل temporary protection visa داشته باشن. فقط شامل فقط شامل. The second group they affect are people who the minister has not allowed to apply for protection yet. So that's most of the people it's all of the people who arrived after the 13th of August 2012. گروه دوم کسایی هستن که بعد از آگوست 2012 آمدن و حق پناهندگی نداشتن. این شامل حال همه اونا میشه. It could also affect people who have not been given permission to apply for protection but did so anyway and are still being processed. و کسایی که حق اپلای کردن نداشتن ولی کردن ولی هنوز یعنی در طی انجام شدن هستش. این شامل حال اونا هم میشه. So it's clear for the people who have not been allowed to apply for a visa in the past, they will now be invited to apply for the temporary protection visa. یعنی کسایی که حق اقدام کردن نداشتن الان این شامل حالشون میشه. ویزای موقتی. And people who previously applied for a permanent protection visa and have not had their visa granted yet but have a positive decision will only be eligible for temporary protection visa now. It will be converted. The application will be converted. و کسایی که اقدام کردن قبول شدن و اونم شامل حال اونا هم میشه. یعنی این ویزای دائمی تبدیل میشه به ویزای موقتی. This is what I've just gone through, but I'll quickly go through it again. So if the minister gave you permission to apply for a protection, which was previously a permanent protection visa, and your application is still being processed, if you're successful, you'll be granted the temporary protection visa now. یعنی اگر شما قبول هم بشید الان فقط اون ویزای موقت شامل حال شما میشه. For those people who were not given permission but applied for the permanent protection visa anyway, that application might now become valid. کسایی که حق اقدام نداشتن ولی اقدام کردن به هر حال الان ممکنه اون شامل حال اونا هم بشه و اونا فقط بتونن ویزای موقتی بگیرن. Those people might be contacted and asked to provide further information. اون آدم‌ها رو باشون تماس میگیرن و ازشون میخوان که اطلاعات بیشتری براشون.
If you're successful as part of that application process, you'll be granted the temporary protection visa, even though what you applied for was a permanent protection visa. اگر موفق بشه اپلیکیشنتون ویزای موقت میگیرید حتی اگر برای ویزای دائمی اقدام کردید. All people in these two positions need to keep their contact details up to date with the department. تمام این کسایی که تو این دو گروه هستن بایستی مشخصات آدرس و همه چیشون رو اون چیزی که الان هستش رو اطلاع بدن به The third group are people who have not yet been allowed to apply for protection and have not yet applied for protection. گروه سوم کسایی هستن که حق اقدام نداشتن و هنوز قبول نشد، یعنی بهشون ویزا ندادن. When the minister and the department are ready to process your application, they will invite you to apply for a temporary protection visa by sending you a letter. وقتی که وزیر مهاجرت و خود اداره مهاجرت آماده هستش از شما دعوت میکنه که یعنی نامه بهتون میفرسته که اپلای بکنید برای ویزای موقت. The letter will include the application forms you need to use and a list of other information that is needed. اون نامه به اصطلاح که براتون میفرستن بهتون میگن که چه اطلاعات اضافه باید همراه اون پرونده بفرستید. It's not clear from the law or any information we have when you will be invited to apply. معلوم نیست هنوز از طریق این قانون کی ازتون میخوان که این اطلاعات رو بفرستید. But it seems that unaccompanied children will be the first group to be processed. اگر کسایی که فرزند همراهشون هست اولویت کسایی که فرزندهایی که والدین ندارن اونا اولویت اینجوری که به نظر میاد. Followed by people who arrived the longest ago. So it will be prioritized from the date you arrived. اولویت به اصطلاح از طبق اون روزی که کسایی که اومدن بررسی میشه. کسایی که طولانی تر اینجا بودن. It could be some time, months before you hear anything from the department. امکان داره یک ماه دو ماه طول بکشه ولی خب بالاخره یه موقع خبرش از گذرنامه بهتون میرسه. But it is understood that the window of opportunity to apply from the time you receive the letter will be short. یعنی اون زمانی که بعد از اینکه شما نامه رو دریافت کردید اینجوری که به نظر میرسه زمانی که شما دارید که شما اقدام بکنید کوتاه‌تر خواهد بود. So you must keep your contact details up to date with the department. بخاطر همین آدرساتون رو مطمئن باید باشید که دارن آدرسی که توش هستید. This includes your this includes your phone number and your address. شماره تلفن نمبرتون و شماره آدرستون هست. اگر تغییراتی هست باید با اونا تماس بگیرید. اگر ندونن بعد نمیتونن. به خاطر اینکه زمانش کوتاه‌تر شده اگر نداشته باشن امکان داره به دست شما نرسه. There are a number of things you can do now to start preparing for this process. خیلی از کارهایی که شما میتونید در حال حاضر انجام بدید که خودتون آمادگی کنید برای عملیات. The first and the most important is to ensure that, as I've said, you keep your contact details up to date. مهمتر از همین چی که تماس تلفنتون و آدرستون رو همیشه با سازمان داشته باشید. اگر تغییری داشته باشه حتما بهشون بگید. There are two ways you can do this. One is by calling this number 1300-728-662. اول با این شماره باید تماس بگیرید اگر تلفنتون یا آدرستون عوض شده یا or by completing the form 929 which I have given you today. یا یه فرمی هست 929 هست که اون میتونید بگید به گوگل که بهشون میدن امروز. که بهتون امروز میدن. If you need another copy of this form 929 or you want to give one to someone that you know, the form is available on the internet by searching form 929 Department of Immigration. اگر میخوان این کپی فرم هم به کسای دیگه هم بدید میتونید از طریق اینترنت سرچش کنید فرم 929. You must complete questions 2 to 6 and you must sign at question 14. باید سوالای 2 تا 6 رو جواب بدید و بخش 14 هم امضا کنید. The department doesn't confirm that they've received the form or confirm that they've updated your details. اون سازمان به اصطلاح بهتون جوابی نمیده که ما این فرمتون به دست رسیده یا نه.
So it is good to also check by calling this phone number. بهتره که وقتی بفرستید بهشون هم تماس بگیرید که می‌بینید به دستشون رسیده یا نه. Another thing that we advise and encourage you to do in preparing for this process is to submit a Freedom of Information application. کار دیگه که ما از شما میخوایم که یه فرمی هست به نام آزادی بیان بست. Freedom of Information یه قانونی هستش که اونا اطلاعاتی رو که دارن وظیفه دارن که برای شما بفرستن. This is an application requesting a copy of your file from the department. تو این اپلیکیشن در از شما از اون اداره میخواید که تچی که در فایل شما هستش براتون بفرستن. This can be completed by using the form 424A, which I've also given you today. این فرم امروز هم بهتون میدن. از اسم فرمش از 424A اسم فرمش هست که اینو باید پر بکنید. Again, this form is available on the internet by searching for form 424A, Department of Immigration. مثل فرم‌های دیگه این هم میشه به اینترنت پیدا کرد. If you're requesting documents that relate to you, you have to attach photo identification to the form, a copy of photo identification to the form. اگر تقاضای پرونده‌ای می‌خواید که روابط به خودتون هست، باید عکستون هم بفرستید. If you're requesting information that relates to multiple members of your family, you need to attach photo identification of all members you are requesting information for. اگر این اطلاعات بخواید که فقط برای خودتون نیست، برای کل عضو خانواده هست، باید عکس اونا هم بذارید. Make sure that you go through the forms very carefully because there are two or three places to sign depending on who you're requesting information for. زیاد اون فرم داشته باشید چون که باید بعضی از قسمت‌هایی هست که دو سه تا قسمت‌هاش که باید امضا کنید. In the form you need to request a copy of your entire immigration file including internal memos. توی این درخواستتون بایستی تمام چیزایی که در فایل شما وجود داره ازشون بخواید که بفرستن. حتی چیزای داخلی که تو خودشون نوت‌هایی که بین خودشون رد و بدل شده. همه چی. Correspondence. نامه ها. And recordings. تمام چیزایی که ضبط شده مثلا توی مصاحبه‌هاتون. And these forms can only be completed in English. و این فرم‌ها متأسفانه فقط به زبان انگلیسی هستش. If you don't have someone to help you complete the form, you can bring it into the Asylum Seeker Resource Centre. I will talk later about how to access legal advice. اگر کسی نیست که کمکتون بکنه میتونید بیایید همینجا ما براتون انجام میدیم. We recommend that you complete these forms and send them to the department as soon as possible. پیشنهاد می‌کنم که این فرم‌ها رو به زودی تمام کنید و بفرستینش به سازمان در اسرع وقت. On the front of the form, there's information about where to post the form or where to email the form if you have access to a scanner and an email address. فرم هم اطلاعات گذاشته که به چه آدرسی پست کنید یا اگر دسترسی به طریق اینترنت و ایمیل و اسکنر داشته باشید به چه ایمیل آدرس اسکن کنید و بفرستید. There is no cost to obtain a copy of your immigration file. هیچ خرجی هم نیست برای اینکه اگر بخواید دسترسی داشته باشید به پرونده‌تون. We recommend that you do this so that you can make sure you're referring back to all of your immigration documents when you're putting together your application for protection. ما فقط می‌خوایم که شما مطمئن باشید که تمام اطلاعاتی رو که از اول دادید بهشون رو بهش دسترسی داشته باشید برای اپلیکیشن جدیدتون. Some other things you can start to do to prepare for your application for protection. کارهای دیگه‌ای هم که میتونید انجام بدید که خودتون رو آماده کنید برای این پرونده‌تون. Include putting together all the information that will be required in the temporary protection visa application form. اینه که تمام اطلاعاتتون رو جمع آوری کنید که بخواید رو برای تقاضای اون ویزای موقتی اقدام کنید. Start to create a list of all the addresses you have lived and when, including the addresses you've lived in Australia. تمام لیست آدرس‌هایی که در استرالیا از موقعی که اومدید بذارید که توش زندگی کردید. All the places you've studied and when. جاهایی که درس خوندید و کی، تاریخ‌هایی که درس خوندید، کجا in Australia. In Australia and anywhere else in the world. و هر جای دیگه دنیا.
all the places you have worked and when in Australia and everywhere else in the world. و تمام کشورهایی که کار کردید شامل حتی استرالیا جایی که کار کردید. If you put all of that together and you find that there are gaps in time, you have to provide an explanation for what you were doing during that time and where you were living. اگر بین اون تاریخ‌هایی که شما نوشتید فاصله‌ای باشه واسه یه دلیلی داشته باشید براش. یعنی فقط واسه مطمئن باشید که فاصله بین اون تاریخ‌هایی که نوشتید من اینجا کار کردم، اینجا زندگی کردم، چون اینا رو میپرسن ازت. You can start to prepare an outline of your statement of claims. و یه خلاصه‌ای از اون دلایلی که می‌خواید بیارید توی اون اپلیکیشن شروع کنید به نوشتن و مرور کردن. Your statement of claims is your story, it's your background, it's all the reasons why you can't return home. این statement of claim چیزیه که در اصل داستانیه که چرا و چه دلایلی دارید که شما میخواید اقدام بکنید برای پناهندگی به اینجا. این تمام این داستانیه که اینو قرار مرور بکنن. It needs to include everything that has happened to you and all that has happened to you in relation to your need for protection, including all instances of past persecution or past harm. یعنی این شامل میشه که اطلاعاتی که فراهم کنید باید درباره تمام مشکلاتی که گذر کردید، مثلا دستگیر شدید، مجاز شدید، همه اینا رو باید اطلاعات بدید. تمام اتفاقاتی که باعث میشه که شما یعنی دلیل میشه که شما بتونید پناهندگی بگیرید از جایی. You will be required to submit this probably with your application form once you're invited to apply. So the more you have prepared now, the easier it will be. اگه از حالا به اصطلاح اینا رو جمع آور کنید براتون راحت‌تر هست بتونید همراه اون پرونده هم کل رو بذارید. Even if you write it out in your native language first, it will at least be prepared for you if you then obtain legal assistance in the future. اگر مثلا میتونید اول با زبان خودتون بنویسید و بعد میتونید از این سازمان کمک بکنید که اینو تبدیل کنه به انگلیسی. Start collecting any documentation that you have. Start thinking about evidence that you can provide. تمام مدارکاتون رو جمع کنید، فکر کنید که رو اوییدنس ما اون چیزی که ثابت میکنه ثبت سند پیدا کنید که میگه. This includes documents that support your need for protection and identity documents. مثلا مدارکایی که میتونه به اصطلاح کمکتون کنه که کیستون حق پناهندگی بهتون تعلق بگیره. We recommend if you can try and find legal assistance and legal advice. و ما پیشنهاد میکنیم که حتی نصیحت قانونی هم جستجو کنید و برید صحبت کنید به وکیلی هر کسی اگه میخواید. Government funded legal assistance through the IAAS scheme is not available for people who arrived by boat. این سازمانی که IAAS هست برای کسایی که از طریق قایق اومدن کمک قانونی نمیتونه بهتون بده. نصیحت‌های قانونی نمیتونه بهتون بده. It is still available for people who arrived by plane and who are at the department stage. اما برای کسایی که از طریق هوایی اومدن و کسایی که تو مرحله اول هستن این سازمان در براشون هست. This government funded legal assistance might still be available for unaccompanied children. بچه‌هایی که والدین ندارن اونم شامل حالشون میشه. I've given you all a sheet which has information about lawyers you might be able to access. من بهتون یه برگه‌ای دادم که جاهایی که میتونین نصیحت قانونی رو طی کنید، میتونین دنبال کنید. And now I'm going to tell you how you could access legal assistance at the Human Rights Law program here at the Asylum Seeker Resource Centre. من بهتون توضیح بدم که چجوری میتونید جستجوی نصیحت قانونی کنید در این سازمان Asylum Seeker Resource Centre. We might be able to give you legal assistance in a number of ways. شاید ما میتونیم که به اصطلاح کمک‌های قانونی بهتون از یه طریقای خاصی بدیم. We might be able to provide you first a place at a legal workshop. کلاس هایی میذارن که توش اطلاعات پخش میکنن. ما به شما اطلاع میدیم که کی مثلا میتونید بیاید تو این کلاس ها. We then might be able to provide you a limited assistance or an advice appointment either in person or on the phone. و مثلا ما میتونیم یه سری کمک‌های محدوده. یه کمک‌های بهتون برسونیم حالا یا یک به یک یا پشت تلفنی. Or we might be able to provide you full representation. یا میتونیم یه
مثلا نماینده، یعنی به عنوان نماینده شما یا وکیل شما در بعضی از مواقع میتونیم کمک بکنیم. We will also keep offering community legal education like this information session tonight to keep the communities informed about what's happening. و دائما به اصطلاح جلسه های مثل شامل امروز میذاریم که به اصطلاح یادآوریتون کنیم طبق قانون‌های جدیدی که در مجلس پیش اومده و راهنمای قانونی بهتون بدیم. We can assist you if you arrived by plane or by boat. We can assist both. ما میتونیم هم به کسایی که از طریق هوایی یا از طریق قایق اومدن کمک کنیم. We can assist people in detention or community detention. You can. We can. ما میتونیم حتی کسایی که در بازداشتگاه هستن کمک کنیم. And we can assist people at the department stage, the refugee review tribunal stage. و به کسایی که دیپارتمنت استیج مرحله اولیه که اپلای میکنن دوستان احتمالاً میدونن. و حتی مرحله‌ای که دادگاه هم. اینا ترتیب مراحلی که طی میکنید. In the courts, at the IAA. در بخش IAA. With ministerial intervention. و وقتی که اقدام میکنید از طریق خود وزیر مستقیما اونم ما میتونیم کمک کنیم. We can't assist anyone that you know or anyone watching this video who is outside Victoria. You can't. Can't. کسی که در خارج از ویکتوریا هست شما نمیتونید کمک کنید. فقط کسایی که تو ویکتوریا هستن. We can't assist people with family reunion requests. کسایی که میخوان خانواده‌شون رو از خارج از کشور بیارن اینجا ما به اونها هم نمیتونیم کمک بکنیم. And we can't assist people who have applications before the Migration Review Tribunal. و کسایی که پناهنده نیستن، کسایی که مایگریت دارن میکنن در اصل. To request assistance from the Human Rights Law Program in one of those forms I mentioned before, one of those types I mentioned before. برای اینکه به اصطلاح بتونید تقاضای کمک کنید و این برگاه هم بهتون نشون دادم. You can call our office on 9326-6066. میتونید به این شماره تماس بگیرید. You can then ask for legal and you'll be put through to someone who can talk to you about what assistance we can provide. و پشت تلفن بگین که من بخش لیگال میخوام. You can email your information and what you need help with to legal_triage. ایمیل بکنید سوال جواب چیزی که میخواین به این ایمیل آدرس. At asrc.org.au. به این ایمیل آدرس. You can come into the centre upstairs in person and ask to speak to legal triage. در همین سازمان طبقه دوم و بگین که من در بخش legal triage. This desk, this legal triage in-person contact is open between 10:30 a.m. and 3 p.m. every day. از ساعت 10:30 تا ساعت 3 p.m. 3 p.m. closes at 3 p.m. تا ساعت 3 عصر هست و این روبرو هست یک میشن بهتون. By contacting through one of these methods, you will either be given a place in a workshop, maybe a phone appointment, maybe an in-person appointment. Depends on what you need. تماس بگیرید به اصطلاح یا حالا بهتون یه وقتی میدن که یا از طریق تلفنی بتونین سوالاتون رو حل کنین یا بهتون وقت میدن که یک به یک بشینن بهتون صحبت کنن شخصا. We receive a lot of requests for assistance, so we have to prioritize people based on urgent deadlines. ما خیلی ازمون درخواست میشه و به خاطر همین بایستی کسایی که خیلی سریعاً و کارشون خیلی فوری تره رو اول به اونا برسیم. But we'll do our best to contact you within 2 weeks of receiving your request. برای قول میدیم که در سال 2 هفته‌ای که شما تقاضای کمک می‌کنید جوابتون بدیم. Even if you haven't received an invitation to apply for the temporary protection visa, you can still contact us for legal advice now. حتی اگر این دعوتنامه به شما فرستاده نشده در حال حاضر هم میتونید هر سوالی کمکی چیزی اگه لازم دارید با ما تماس بگیرید. But while you're waiting for legal assistance, start to put together some of that information that I mentioned before. همینطور که منتظر حالا هستین که نصیحت قانونی بهتون بدن، اون اطلاعاتی که من گفتم فراهم کنید، جمع آوری کنید، از حالا شروع کنید جمع آوری کردن این اطلاعات.